بریم برای پاس دوم ترشی. تو این ترشی اول قارچا رو بلانچ میکنی، اول داخل آب جوش و یک کوچولو آب لیمو و بعد میریزیم توی آب یخ و بعدم فلفل دلمه‌ای رنگی رو خوب ریز میکنیم و میریزیم داخل یه ظرف و بعد میریم سراغ هویجا رو خوب ریز میکنیم و بعدم نوبت زیتون خوب ریزش میکنیم و میریزیم داخل ظرف و در آخر من از بیبی بلال استفاده کردم و ذرت. شما هر کدوم دوست دارید بریزید. همه مواد رو قاطی کردم: روغن زیتون، آب لیمو، 2 قاشق شکر و 1 قاشق نمک. همه ادویه تندم ریختم، سرکه سفید، پول بیبر من میریزم برای رنگ خوشگل‌تر شدن و تند شدنش و در آخرم سیاه دونه ریختم که فوق‌العاده رنگ این ترشی خوشگل، جذاب و فوق‌العاده خوشمزه است. امتحان کنید.